ویدیوهای 0 تا 100 ساخت پروژه در خدمتتون هستیم. امروز یه بحثی که در زمینه برق و سیستم ارت ساختمان باش سر و کار داریم و قصد دارم براتون توضیح بدم. خیلی ممنون میشم که پیشا پیش پیج ما را سابسکرایب کنید و از جهت حمایت ما لایک و کامنتی داشته باشید زیر ویدیو هامون که باعث دلگرمی و ادامه فعالیت ما در شبکه‌های مجازی میشه. خب موضوعی که داریم توی نقشه هایی که برای ما اعمال کردن بحث شبکه همبندی هستش. شبکه همبندی دقیقا این میلیردی که برای ما طراحی کرده طراح برقمون اینا مشخص کرده برای ما که از میلیرد 10 باید استفاده بکنید و نقشه همبندی ها بهتون ارائه میده که این کارا اکثر مواقع خود آرماتور بنده برای شما انجام میدن. نکات مهمش اینه که اتصالاتی که در این شبکه باید انجام بشه حداقل باید 10 سانت جوشکاری داشته باشه. هر نوع اتصالی. ببینید شبکه ما اینجا قطع شده، با 1 میلیارد دیگه هم پوشانیش انجام شده و این وصله‌ای که خورده شده حداقل باید 10 سانت عملیات جوشکاری روش انجام میشه. طبق نقشه داخل ستون ها 4 گوشه ساختمانی میلیارد ها اومده بالا و یک انشعاب از خود این ستون ها گرفته میشه توسط این نبشی ها که این نبشی در موقع بتون‌ریزی چسبیده میشه به بدنه قالب و در سطح بتون ما ظاهر میشه. این برای حالا بحث چاه ارت و سایر اتصالات دیگه. این شبکه به این صورتی که کلاً توی همه شناژ ها باید این شبکه وصل باشه، یعنی همه شناژ ها باید کاملا به هم دیگه مرتبط باشه و اتصالات عمودی که ازش خارج میشه در اکثر نقشه ها به این صورته که در 4 گوشه ساختمان همونطوری که میبینید در تصویر در 4 گوشه ساختمان ما این بحث اتصال داریم و یک اتصال هم از اتصال انشعاب هم از داخل شبکه دستگاه پله به سمت بالا هدایت میشه. موضوع مهمی که بود همین بحث همبندی بود که حتما باید انجام بدید. ناظر برق حتما قبل از بتون ریزی کنترل